ساکنان جماعت دهاتی به نام میرزا ترسونزاده شهر حصار با شکرگزاری از فضای تنج و آسایشته وطن بهر آبادانی و شکوفایی دیار خود سهم نظر رسم می‌گذارند. این نوبت ساکنان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سرجم شده با جلب مبلغ‌های خودی 2 کیلومتر راه اهمیت جمهوری داشته را با پهنایی 6 متر که حدود شهر حصار را با ناحیه شهر نو پیوست می‌کند پورا اسفالت پوش نمودند. برای با صفت انجام دادن تعمیر راه تکنیک‌های معاصر راهسازی سفر برگردیده از مصالح خوش‌صفت وطنی استفاده برده می‌شود. تا این دم این راه خیلی فرسوده شده بود و قسم بیشتری آن نشانه از منفرش پیشینه‌ای که زمان شوروی خوابانده شده بود باقی نمانده بود و مردم با مشکلی از این راه رفت آمد می‌کردند. بنابراین همین حالت رو مردم دیده یکجایی نیت کردند که با طور دست جمعانه و یک گروه صاحبکاران خیرخواه نیست با یک نیت با یک مقصد آبادانی که در پرتو همین سیاست خیرتمندانه جنوبی عالی است این اقدام آغاز کردند و امروز پورا با تمام ترتیب و قاعده های زمانوی ساختن همین راه به راه مانده شده است. این نیت های ما نیت های نهایی نیست. از این باز ما کوشش میکنیم که من بعد نیست باز دیگر کارهای سازندگی را نیز دوام دهیم. ساکنان با عزم و اراده خویشتنشناسی بهر آبادی دیار خود کمر همت بسته کارهای سازندگی و بنیادکاری را ادامه میدهند. این است که باشندگان این جماعت در ادامه کارهای آبادانی محل اقدام گرفتند که قسمت باقی مانده همین راه را تا سرحد ناحیه شهر نو تعمیر کلی نمایند. بعد از پورا تعمیر نمودن این راه اهمیت جمهوری داشته حرکت منتظم نقلیات تامین و شرایط مساعد برای اهل دهات فراهم آورده می شود که برای رشد خدمت رسانی های راه نقلیات زمینه مساعد میگذارد. با دستگیری اهالی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مفشکین راه ها را رفته ایستاده است که باز ادامه دارد مرحله به مرحله. باز مردم اقدام می‌کنند که کوچه‌هایی که داخلی دهها هستند این حال در دهه 10 بیت 4 کوچه اسفالت پوش و بیتون پوش کرده شد و در خود دهه مهرآباد اقدام می‌کنند صاحبکاران که بعد از به انجام رساندن راه کلان بین جماعت سه کوچه که بین دهه مهرآباد میباشد منفش کرده می‌شود. در برابر این در حدود جماعت دهاتی به نام میرزا ترسونزاده دیگر کارهای آبادانی نیز با جلب سرمایه محلی و سهم صاحبکاران سخاوت پیشه که در هم‌آوازی آنها عملی گردانیده می‌شوند من بعد نیز وسعت تازه پیدا خواهد کرد. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار، اخبار.